آیا تا به حال فلش خود را در ویندوز پسورد داده اید؟ پس به خاطر این کار ابتدا فلش در کامپیوتر اضافه بکنید. بعدا از فلش مورد نظر رویش راست کلیک بکنید و از میان گزینه ها روی گزینه Turn on BitLocker کلیک بکنید. منتظر میمانیم تا پروسه تکمیل شود. بعد از تکمیلی پروسه روی آپشن بالای گزینه بالای تیک مارک میکنیم. در قسمت فیلد اول پسورد جدید اضافه میکنیم و در فیلد پایینی دوباره پسورد تکرار میکنیم. اما متوجه باشین که در صورت ضعیف بودن پسورد از شما ایرر میگیره و از شما میخواد که پسورد قوی تر بدین. پس به خاطر این کار ما پسورد پاک میکنیم و از سر دوباره یک پسورد قوی تر تایپ میکنیم، تکرار میکنیم و نیکست. بعدا از میان از این امور ریکاوری کیش در داخل یک فایل سیو میکنیم و کوشش بکنید در یک جای امن ذخیرش بکنید و بعد از اون نیکست و از میان این آپشن هایی که براتون میاد فرق نمیکنه یکش انتخاب بکنید و نیکست پیش ببرید. استارت بکنید برنامه را. منتظر میمونیم تا پروسه تکمیل شود. اینجا ببینید که انکریپشن تکمیل شد و کلوزش میکنید پنجره و بعد از این ببینید که فلشتان ابتدا پسورد نداشت ولی فعلا پسورد دارد. برای اینکه مطمئن شویم فلش ما رمز گرفته، فلش رو دوباره به کامپیوتر وصل میکنید و این بار از شما پسورد میخواه. این فلش شما رمز داره. تا مشاهده بعدی موفق و مؤید و سربلند باشین. وقتتون خوش.